چرا بعضی کارها با وجود رقیب نمیبازن؟ این میزوه. لایک و فالو یادت نره تا بهت بگه. میزو یک آب میوه فروشی باز کرده. صف مشتریا خیلی زیاده. یک ماه بعد روبروی مغازه میزو یک آب میوه فروشی دیگه باز میشه که طراحی و شکل و همه چیزش شبیه به آب میوه فروشی میزوه. فقط یک فرق داره و اونم قیمتشه که یکم کمتر از میزوه. مشتریا رفتن سمت آب میوه فروشی جدید. کوالا ناراحت شد، قیمت رو آورد پایین، ولی اون روبرویی هم باز قیمت رو آورد پایین‌تر. کوالا کلافه شد و نشست با خودش فکر کرد و یک ایده هیجان انگیز به سرش زد. با خودش گفت باید یک کاری کنم که متمایز بشم نسبت به اون و اون نتونه کپی کنه از من. کوالا رفت و یک آب میوه عجیب که با ترکیب چند میوه بود درست کرد و اسمش رو یک چیز عجیب گذاشت که کسی نفهمه چی به چیه و روی تابلوی مغازه نوشت آب میوه با طعم هیجان انگیز و با مشتریا سعی کرد رفیق بشه و همه کم کم بهش علاقمند و وفادار شدند. چند روز بعد همسایه خواست کپی کنه ولی مونده بود که کوالا چجوری این آب میوه رو درست کرده و یک چیز بدم مزه داد به مردم و مردم همه رفتن سمت میزو، چون میزو الان یک امضای مخصوص خودش رو داره و دیگه مهم نیست که چند تا آب میوه فروشی باز بشه. پس شما هم در کسب و کار خودتون سعی کنید یک امضای مخصوص خودتون داشته باشید.